با صدای این زنگوله موسم نوی تحصیل در مکتب و دانشگاه‌های تاجیکستان شروع شد. کوچه های شهر دوشنبه هم فضای مکتبی دارند. کودکان و نورسان و والدین آنها این روز را منتظر بودند. ای مکتب یا همه چی یاد میگیری، کلان میشی، دانا میشی. آغاز تحصیل برای نورسان خرسندی آور ولی برای والدانشان آسان نبود. به خصوص ساکنان از گرانی نرخ لباس مکتبی شکایت دارند. این زن 2 فرزند مکتب خوان دارد. میگوید برای سر و لباس آنها 3000 سومانی خرج کرده است که برای عائله او مبلغ زیاد است. قینه باز داتوستون به حد شوره. من یک سومکه خریدم، یک سومکه 200 سوم. طبق آمارهای رسمی امروز قریب 2 از 3 میلیون نورس در تاجیکستان به مکتب رفتند. از اینها بیش از 272 هزارشان بار اول به مکتب قدم گذاشتند. آموزگاران از سطح دانش خوانندگان چندان قناعتمند نیستند. تکنولوژی ما پیشرفته ایستاده است، همون افسوس که کودکان ما تکنولوژی رو همون چیزی که برای ما لازم است به همون وای استفاده برده نمیتونند. دانشگاه و کالج های تاجیکستان 2 سال اخیر با مشکل کمبود دانشجو روبرویند. امسال این مشکل عیان تر شد. از 95,000 نقشه قبول مکتب های عالی تنها 60,000 دانشجو قبول شده است. برخی ها این را نتیجه قبول شدن قانون نوی دعوت به ارتش می دانند. برخی عامل های دیگر را پیش می آورند. وقتی که همین متخصصانی که کار میکنن با اختصاص خود اگر که جای کاری موافق خود رو پیدا کنن، انتخابم نیز بیشتر می شود. رئیس جمهور امام علی رحمان روز 1 سپتامبر ضمن افتتاح بنای نوی دانشگاه طبی از سطح تعلیم در دانشگاه‌های کشور ناراضگی کرد و گفت آن به نوآوری نیاز دارد. سال گذشته هم پرزیدنت از این بخش انتقاد کرده بود و برخی ها میگویند وضع چندان تغییر نیافته است. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.